سلام. امروز اومدم یه بار برای همیشه این بحث رو تموم کنم که کدوم هاشیرو قوی تره. خب ارزم به حضورتون که از آخر به اول. But I'd be lying if I said that I don't mind it. I just keep on coming back for like you when you don't come. شینوبا از لحاظ قدرت نهمیه، ولی خب از چیزایی مثل هوشش از بقیهشون بیشتر. با اینکه خیلی از جا میگن خیلی قویه، ولی اگه یادتون باشه تو فصل 3 تو مبارزه کم آورد و گریه کرد. خیلی جا میگن که میتسوری از سنگه قوی تره، ولی اگه یادتون باشه تو فصل دوم وقتی که یکی از دستاش قطع شده بود و یکی از چشاش هم کورچه بود، هنوز به مبارزه ادامه داد. یو در کل نفر ششمیه، ولی اگه مثلا از 100% قدرتش استفاده کنه، در اون صورت شاید نفر پنجمی باشه. چهارتای قبلی قوی تره، به خاطر اینکه اگه یادتون باشه با رده سوم مبارزه کرد و تا حد بریدن سرش پیش رفت. مویچیرو به تنهایی تونست یکی از رده‌های بالا رو شکست بده، واسه همینم هست که نفر چهارم. اگه مانگا رو خونده باشین میدونین که چرا اوبانایی نفر سوم قرار دادم. و میرسیم به نفر دوم. نفر دوم سانمیه که وقتی که بچه بودش مادر خودش شیطان شد و اونو کشت و علاوه بر این اون تمرینات خیلی سختی هم انجام. اما قوی ترین هاشیرو گیومی، کسی که تونست به کمک چند تا دیگه از هاشیروها کوکوشیبا رو بکشه، یعنی رده اول کیزوکی.